دکتر صابر هستم، فوق تخصص چشم از انگلستان. فردی که به سن 50 سالگی میرسه، اولین علامتی که داره براش آب مروارید ایجاد میشه اینه که دچار پیرچشمی میشه. خودش احساس میکنه که گاهی اوقات خوب میبینه، بعضی وقتا تار هست، گاهی اوقات سایه تشکیل میشه و بعضیا در نور شدید دچار کاهش بینایی میشن، بعضیا در نور کم. این بستگی به نوع اون آب مروارید داره. یادمون باشه که آب مروارید رو در هر مرحله‌ای میشه درمان کرد و این بستگی به وضعیت شغلی شخص و نیازهای اون داره. در دنیای امروز برای همه افراد بینایی مهمه، بنابراین لازم نیست که مثل قدیم صبر بکنیم که آب مروارید برسه یا به آب سیاه یا درد یا علائم خیلی شدید منجر بشه و بعد عمل بشه. برای خیلی از افراد، مثلا یک خلبان، حتی با دید 8 هم ما ممکنه جراحی کاتاراکت رو انجام بدیم. آب مروارید یا کاتاراکت مراحلی داره و گاهی اوقات در یک فرد جوان دیده میشه، در یک بچه دیده میشه. اون حتما یک علتی داره و حتما اون علت باید بررسی بشه. اما در افراد پیر که به خاطر سن ایجاد میشه، ما میتونیم از لنزهای مختلف استفاده بکنیم که هم درمان پیرچشمی انجام بشه، هم دید شفافتری به بیمار هدیه بکنیم و هم دید نزدیک و دورش بهتر بشه.